بداند نظام دارای چه رحمت مقام و چه برکاتی است. باز هم بی توجه، ای کاش فقط بی توجه، بی انصافانه رو نگهدار بگذرد. گفت موسی بن جعفر رو بیارد. موسی بن جعفر رو از زندان دربند میگه من نمیدانم، در کنار دختر مظلومه و معصومه‌اش عرض میکنم آیا با زنجیر بود با همون هیئت آوردن یا زنجیر رو از دست و پای حضرت باز کردن، نمیدانم، تاریخی رو متحرک نیست. آقا رو آوردن کنار بستر آقا تو را فرمودن چه خبره؟ گفتن بله حالش چنین و چنانه، مردنی مردنه. حالا فرستاده که لابد از شما چاره جویی. آقا تشریف آورد کنار بستر محمول قرار گرفتن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این بستر رو ببرن همه اونها که تشریف دارن اینجا بودا تعریف کنن، خیلی عجیبه. آقا تشریف آوردن نشستن کنار بستر این. وقتی به هوش آمد فرمودن چته؟ چیکار داری؟ گفت ببینید حالا این چنینه. اطبا جواب کردن کاری از ساخته نیست، میخواستم شما کاری کنید. یقینا به والله از موسی بن جعفر نه قرص میخواست نه آمپول، نه فشار خون میخواست نه آزمایشگاه